سال 2012 پسرم بیمار شد. وقتی که به طبیبان ناحیه مراجعت کردم، مرا به چی دادن که به قریه بالا به 11 کورپوس رفته در اونجا نشان دهد. سال 2013 به قریه بالا آمدم، در 11 کورپوس اون را خواباندم. به من گفتن این کسلی مادرزاتی است، لیکن وی از مادر این خیلی به دنیا نامده بود، وی صحت بود. وقتی که وی را خواب کردم پیش رج رحمانوف بود، من گفتم که این از نو همیشه شد. گفت که این مادر ذاتی دارد. من 10 روز اونو در اینجا خوابوندم و گرفته به خانه بردم. فقط در ناحیه یاون، همین فقط در زیر نظارت دختران بود. سیامکایی که همون سروش و قبورگاه همه امورا سیامکایی که از خودش همون کردگی بود، همه آنها رو به هندوستان به همراه یک رفیقش روان کرد. لیکن از اونجا مکتوب اومد که این اپراسیون می شود و جراحی کرده می شود، لیکن ما باور نکردیم و بو آوردیم در نورافزا، بو همه ایرسیوم که کردیم، بو به هندوستان روان کردیم. بود خبر آمد که بای جراحی می شود و بای نازم می شود. من معلمه در ناحیه یاون در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 45 کار میکنم. معاش من فقط برای خوردنشون پوشاندنشون هست، لیکن برای معالجه اون کس من زورم نمیرسد. وقتی که فرزندان من پدر ندارم، من بی پدر اون رو کلون کردم و باید رسوندم. در خانه تنها من خودم کار میکنم. از شما خواهش مینمایم که دستی مردم سخاوتمند هستند که دستی من مادر تنها رو میگیرد و برای نجات پسر من کمک میکنم. همه آن نفرانی که مراجعت من رو میشنوید، برای نجات پسرم دستی یاری دراز کنید. زیرا من یک مادر تنهایم و تنهایی تا امروز همین قدر کردم ولیکن بهبودی نشد. شاید شما فرشته نجات پسری من شوید.